آلو قیسی یا همون شیرین قاتق یکی از خوشمزه ترین غذاهای محلی گیلانه که من خودم عاشقشم. بیشتر توی مراسم‌ها و مناسبت‌ها سرو میشه، کنارش هم گردو و کشمش تفت داده شده، خیلی دلچسب‌ترش میکنه. بریم با هم دیگه این خوشمزه شیرین گیلانی رو یاد بگیریم. برای درست کردنش مرغ رو به همراه پیاز، آب، نمک، فلفل و زردچوبه بذارید کاملا بپزه و بعد پخته شدن توی روغن داغ دو طرفش رو سرخ کنید. پیاز تو خوشمزه شدن این غذا خیلی تاثیر داره. 2 تا پیاز بزرگ رو رنده کنید و با زردچوبه تفت بدید. سبک که شد آلو و قیسی که خوب شستید بهش اضافه کنید و تفت بدید. رب و در نهایت زعفرون. مرغ سرخ شده رو اضافه کنید و آب مرغی که از صافی گذروندید. آب این غذا زیاد نیست. آخرای پختم شکر اضافه کنید و بذارید جا بیفته و کنار یک کته زعفرونی نوش جان کنید.